بچه تو این ویدیو من میخوام قدرت فیکساتورهای آرایشی اورiflame رو بهتون نشون بدم. اینجا پرایمر رو کل صورتم پخش کردم و بعد به صورت تپ تپی فیکسش کردم. کرم پودر رو با بیوتی بلندر رو کل صورتم پخش کردم و کانسیلر رو پشت پلکم و زیر چشمم زدم. بعد این اومدم از پودر بیک استفاده کردم، زیر چشمم زدم و اضافیشو پاک کردم. از یه سایه رنگ روشن استفاده کردم برای کل پشت پلکم. یه سایه رنگ تیره برداشتم، رو قسمت کریس چشمم کشیدم و از یه سایه رنگ روشن و شاین برای گوشه داخلی چشمم استفاده کردم. اینجا پالت من رولوشنه. و بعد اون اومدم از یه خط چشم معرکه استفاده کردم، خط چشم ماژیک دوان که سریع پهن و بعد باریک و بلندی داره و خیلی راحت باش میشه خط چشم کشید. اینجا از ریمل لش اکستنشن دوان استفاده کردم که خیلی به موجه ها حالت طبیعی میده و ریمل ابروی دوان که هم ضد آبه هم خیلی پر میکنه، نامحسوس پر میکنه، رژگونه و بعد هایلایتر. و در آخر اسپری فیکس رو به کل صورت هم زدم و ممنونم از اینکه ما رو تماشا کردین.